بنده ناروف صحبت الله هستم، امام خطیب مسجد به نام ایشان علامه شهر ترسونزاده و به یک خلاصه آمدم عاید مسئله فیلم مستند خیانت کمی هم باشد ابراز نظر کنم. و در نظرم یک چیز آمد، اولا که هر شب ز خود بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمت به مردم کردی. نام فیلم مستند خیانت بود و خیانت معنی خیانت به نهایت لغت‌های بسیار دارد. یکی از معنای اساسیش این به عهد به وعده وفا نکردن هست. و به من خلاصه آمدم که عاید مسئله همون فیلمی که در آن راهبر اساسیش محیدین کبیری و بخشش میپرسم از شما تا که نام اصلیش را به شما بگویم، زیرا اینکه این نام برای او غلط هست، زیرا اینکه او ظالمین متکبر هست. برای آن خاطر که او به نهایت خیانت برای ملت و دولت کردگی هست. یکی از خیانتش همین است که میخواست نام تاجیکستان از صفحه تاریخ گم شود و ملت تاجیک در روی دنیا نماند. همین بسنده هست برای ما و شما. و امروز از پشت پرده تاریک سنگ ملامت برای راهبر کشور و برای ملت و دولت تاجیک زده ایستاده است. این البته عزیزان دل نبخشیدنی هست، زیرا اینکه شاید اگر وقت خدمتگار میشد اقلا یک مسجد برای مردم تاجیکستان احیا میکرد تا که مردم احتیاجات دینی خود را سفربر میکردند. لیکن افسوس او یگان چیزی نکرد و برای شخصیت خود، برای نام خود، برای نام خود را بلند برداشتن فقط برای شخصیت خود خدمت کرد. پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که برای هر یک انسان خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان حرام هست. همین حدیث پیامبر خدا اگر غلط نکنم شخصا برای همون محیدین کبیری دخل دارد. خون ملت، مال ملت، آبروی ملت را امروز در زمین بریزانید. یک چیز را باید قید کنم که امروز همون گروه هایی که با نام تروریست و یا تروریسم برآمدگی هستند، از آن جمله گروه نهضت اسلام و یا گروه 24 و یا سلفیه و یا انصار الله و یا اخوان المسلمین، همین را امروز هم آینده هم در آخر هم قید میکنم و قید کردنی هستند و لازم است که قید کنم. اینها توبه ندارند. اینها ظاهرشان مسلمان هست، باطنشان مسلمان ندارند، زیرا اینکه از اسلام خبر ندارند. دومین چیزی که برای شما قید میکنم که امروز همون نهضت اسلام که صرف نام خود را به پیمان ملی نامگذاری کرده است، باید قید کنم که امروز ملت و دولت ما نیاز و یا محتاج به این پیمان ملی اینها ندارد. همون پیمان و یا همون عهد و وفایی که راهبر کشورمان سال 1992 در قصر ارباب در بین اهل جمعیت عهد و وفا کرده بودند، امروز آینده و در آینده هم همین پیمان و عهد و وفای راهبر کشورمان بسنده است.